در شهر خوجند نشست نوبتی محفل همایون برگزار گردید. این محفل امکانیت فراخ برای احیا و معرفی اثرهای پرمضمون خاص ایجادیات شاعران و نویسندگان می باشد. در آغاز محفل مجموعه اولین شاعر جوان فضیلتماه قربانова که با تخلص صدف شعر ایجاد می کند با نام پیوند گل گیلاس رونمایی گردید. گفته می شود که پیوند گل گیلاس فراگیر شعر و غزل، رباعی و دو بیتی بوده در سالهای گوناگون ایجاد شده است. در سرسخن کتابی تازه نشر که به قلم شاعر جوره یوسفی تعلق دارد آورده شده است که ایجادیات صدف با صمیمیت، احساس نازک و جهانبینی خاص جوانی فرق می کند. در اشعار او بیشتر به موضوعهای وطن، مادر، محبت، صداقت و اخلاق انسانی را در بر می گیرد. در محفل همایون شاعران خلقی تاجیکستان آذرخش و فرزانه از هنر شاعری و قدمهای نخستین صدف در این راه بهای بلند داده برایش آرزوهای نیک تمنا نمودند. محفل همایون فراکننده چهره‌های نوی علم، ادب، هنر است. شعرهای صدف الکی در دل شاگردانش و اخلاصمندانش جا گرفته‌اند. جوانان آینده سازی ملت و دولت هستند. چون این گونه چاره‌بینی ها برگزار می شود، همه از فرهنگ، علم، هستی اجدادی خیش با خبر می شوند و در تکامل آن حصه خیش را گذاشتن می خواهند. یادآور می شویم که محفل همایون ماه یک مرتبه به خاطر بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بای گردانیدن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی، فعالگردانی دایره زباندانی و زنده نگاه داشتن شعر تاجیکی فارسی میان قشرهای مختلف جامعه برگزار می‌گردد. همزمان محفل همایون همچون یک منبر مهم ادبی در تحکیم رابطه نسل جوان با ادبیات کلاسیکی و معاصر نقش نظررس دارد. برگزاری چنین محفل‌ها برای معرفی استعدادهای نو، دستگیری ایجادکاران جوان و تشویق آنها به آفریدن اثرهای پرمضمون امکانیت وسیع فراهم می‌آورند. محفل فضای آزادی مبادله اندیشه، تجربه و افکار ایجادی را مهیا نموده به رشد محیط سالم ادبی و بالاروی معرفت فرهنگی جامعه علل خصوص نسل نورس مساعدت می‌کند. در زمینه محفل همزمان برنامه فراغتی فرهنگی تشکیل شده، اشعار و اثرهای پرمضمون در اجرای هنرمندان با سرود و ترانه‌ها پیشنهادی اشتراکچیان گردید.